یک عرض سلام مجدد رو هم داشته باشیم. بقیه دوستان هم کم کم به جمع امشب ما حتما اضافه میشن. همینطور که گفته شد، بحث اصلی امشب ما درباره برنامه‌های وزیر دفاع سرتیپ نصیرزاده در مورد برنامه‌های کاریشون، پروژه هایی که در نظر دارن در این 4 سال رو در رابطه با پشتیبانی نیروهای مسلح انجام. از مباحث هوانوردی شروع می‌کنیم، در مورد اینکه شما حتی اگر به یک PDFی که قبل از رأیگیری در مجلس منتشر شد یک سری بزنید، حدود یه PDF 70 صفحه‌ای، یه PDF 40 صفحه‌ای از برنامه‌های امیر منتشر شد. عرض به خدمت که شاید اگر از نظر به اصطلاح میشه گفت خودمونی‌تر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که گاهن یک سری از صحبت‌ها بر اساس، حالا شاید اینطور بهتر باشه که بگیم، یک ادعاهای پوچ و گاهن یک دستاوردهایی که خیلی دور از انتظار نیست اگر یک سری حمایت‌ها باشه. حالا حمایت در لغتنامه من و شما با لغتنامه یک سری از آقایان بسیار فرق. حمایتی که ما میگیم حمایت همه جانبه سیاسی و مالی باشه، نهایتاً حمایتی که آقایان اون رو معنی میکنن یک بنر و یک گزارش صدا سیمایی خواهد. اولین موضوعی که هست و به شخص خودم واقعا ندیده بودم همچین کسی واقعا همچین نظری رو در واقع ارائه بده، یک پروژه بود با نام اینکه لزوم همکاری با کشورهای آفریقایی. این موضوع شاید در زبان و رسانه ها و تیترها زیاد به چندان به چشم نیاد. نهایتا ما میگیم خب یک موضوع ساده ای هستش که مثل خیلی از همکاری های دیگه که ممکن هر از گاهی رسانه‌ای بشه و حالا هر از گاهی در رده طبقه بندی باقی بمونه. اما اونهایی که در طی این سال تحقیقات مختلفی رو درباره ساختار نیروی هوایی ایران داشتن میدونن که خیلی از قطعاتی که امروز ما در انبارهای خودمون داریم از سوی همین کشورها وارد شعبات نگهداری ما شدن. در واقع این که یک وزیر دفاع با اینکه خیلی هم در مبحث وظیفه هاشون در ساختار این وزارتخانه تعریف نمیشه، تامین قطعات برای هواپیمای شکاری و ترابری در وینکا و اسکادران های مختلف، ولی باز هم میبینیم که این پروژه رو دارن با این کشورها یک همکاری های مختلفی داشته و به نظرم شاید این یکی از منطقی ترین در واقع برنامه های وزیر دفاع جدید در دولت جدید. اون چیزی که ما در دولت آقای رئیسی و کابینه ایشون و به خصوص در این وزارتخونه دیدیم با مدیریت و پشتیبانی سرتیپ آشتیانی، چیزی بودش که واقعا در طی این همه سال تجربه اصلا نبوده که ببینیم. پوچ و اینقدر بی محتوا و پوخالی. شما هر از گاهی میتونید یه تحقیقی بکنید در وزارت دفاع با ارتش چه همکاری هایی داشته، چه به اصطلاح اون یک سری تبادل نظرها و صحبتها بوده. اما در طی این یک سال فقط میشه گفت در طی مراسم نهایتا یه سلام علیکی بوده و تموم شده رفته، ولی بعد از این که حالا یک دولت جدیدی آمده، یک کابینه جدیدی معرفی شده و میبینیم یک نظر بسیار خوب و حداقل منطقی بین دهها ادعا که نیست از سر منطق، از سر حالا حواس پرتی اصلا مطرح شدن، یکی حداقل خوب در میاد. اینکه خیلی از قاچاقچیایی که به اصطلاح میشه گفت قطعات مختلف مورد نیاز هواپیمای ما رو امروز تامین میکنن، از همین شرکت‌های سوری در آفریقا هستن که در واقع این نیاز ما رو برطرف. ما اینکه یک روزبه قطع نیاز داریم یا باید در داخل تولید بکنیم یا از سوی بازارهای سیاه، مزایده‌های آمریکایی، اینها رو برطرف کنیم. حالا این آفریقا در صدد همین صحبت هاست و که یک تبان رسیدن به مقام بسیار مهمیان و این نیاز رو بیشتر و جدیتر به اصطلاح میشه گفت مطرح میکنه. حداقل جای امیدواری هست بین همه ادعاهایی که ممکنه در اون دو PDF مطرح شده باشه. ولی اگر
چطور میگن موضوعات عمقی تر سفر بکنیم، میبینیم که زیاد هم شاید غیر منطقی نه که بشه از سوی خود وزارت دفاع که تحریم ها کمتر روش سواره، فشارهایی که روش هست، یعنی اصلا این که میگیم فشارها کم روش سواره است، یعنی در طی سال اصلا مطرح نبوده وزارت دفاع با اون چیزی که ادعا شد و امروز بیشتر از خود نهادهای مربوطه آزادی تر داره و میشه از طریقش خیلی از نیازهای مختلف رو چه در نیروی هوایی چه در نیروی دریایی دیگر نهادها به صورت پشت پرده با این نهاد برطرف کرد. حالا باز در ادامه بیشتر به این صحبت ها خواهیم رسید. اگر از بعضی دوستان سوالاتی دارن، خودشون میخوان یک صحبت هایی بکنن که همه ما بهره ببریم، درخواست بدن، بنده حتما میکروفونشون رو باز میکنم. سلام، وقت بخیر، بفرمایید. شما خوبه، خسته نباشید. امیدوارم اصل جمعه خوبی داشته باشید. یه سوالی که شما تو بحث آفریقا مطرح کردید من به ذهنم اومد، کلا رابطه ما با آفریقای جنوبی توی حوزه نظامی خیلی به روسیه و آمریکا که شاید دیگه وابسته هست یا نه؟ ما الان مراوداتی داریم، حالا در حد یا در سطح کوچیک بزرگ، و یا اصلا آینده‌ای خواهد داشت یا نه؟ ببینید، اینکه رابطه ما با آفریقا در مسائل سیاسی و نظامی چطور باشه، هر دو یک بحث‌های مختلفی هستند. اینکه از نظر یک فرزند شخصی، یک منتقد نظامی مورد بررسی قرار بدم، یک شخصی که با دنیای سیاست‌ها و غیره آشنایی بسیاری داره، با کسی که سابقه این دو جغرافیا رو به طور کامل مورد بررسی قرار داد. اما اون چیزی که امروز مطرح هست و میشه گفت حداقل من میتونم پاسخ شما رو بدم، اینه که همونطور که گفته شد، فقط این موضوعات بوده که از اون عزیزانی که به اصطلاح میشه گفت قطعات رو برای ما میرسونن، یک سری چشم پوشی هایی میکنن. به هر حال شرکت های سوری که در خود این جغرافیا تشکیل میشن و غیره، کمتر روشون از نظر اطلاعاتی و حساسیت های مختلف سوارن. بحث‌های دیگه، رزمایش‌های مختلف با نیروی دریایی، گاهن همکاری‌های دو جانبه مورد مطرح بودن هست. اما اینکه از نظر سیاسی چطور باشن رو به نظرم باید از کسانی پرسید که تونستن در طی این سالا به طور متمرکز روی این بحث سوار باشن، مطالعه کردن و تخصصش رو. بنده نهایتاً در مورد این بتونم جواب بدم که نهایتاً همکاری‌های ما در مورد رزمایش‌ها یک کمک هایی که در طول تمرینات مختلف در دریاهای آزاد انجام میشه رو داره و این میشه گفت تنها و اول و آخرین روابط نظامی ما با این جوری هستش. ممنون ازت. از بقیه دوستان هم اگر سوالی دارن، اگر موضوعاتی رو میخوام مطرح کنن، ما حتما خوشحال میشیم که صحبت های این عزیزان رو هم بشنویم. سلام، وقت بخیر. بخیر دوست عزیز، بفرمایید. قربان، من در مورد همراه 5 قراره به ایران بپرسم. ببینید، اینکه تسلیحات سوخو 35 در خدمت ایران اصلا باشه نباشه یه بحث دیگر در حوصله دیگر هست. حالا اگر در انتهای صحبت فرصتی بود، زمانی بود، حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی ممنون. خب، از بقیه ادمین ها سلام علیکی هست، ما صحبت شما رو میشنویم و در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان چنل پرواز در اوج. خواستم یه موردی رو خدمت شما عرض بکنم در رابطه با برنامه وزیر دفاع در رابطه با توسعه دریایی. ایشون برنامهشون شباهت زیادی به برنامه وزیر دفاع پیشین یعنی جناب آشتیانی داشت. یعنی اصولاً همون برنامه و همون روند رو ما قراره دوباره ادامه بدیم و این بخشش برمیگرده به خود سازمان ها، حالا چه نیروی دریایی ارتش و چه نیروی دریایی سپاه. اما بحث اصلی و مهمترین برنامه‌ای که داخل برنامهشون بود برنامه ساخت ناوشکن سنگین. ما حدوداً 10 سالی است که برنامه ساخت ناوشکن رو داریم و حالا قطعاً خیلی از شما دوستان به این برنامه آگاه هستیم. پروژه لقمان که به 2 ناو رزمی و آموزشی تقسیم شده. متاسفانه حالا طبق برخی از گفته‌ها بلوک اول لقمان
مشکلات ساختاری داشت و اون اوراق کردن تا باز از اول شروع بشه که ساخت ناوشکن، در واقع ساخت متریال بدنه ناو حدوداً بهمن ماه سال پیش شروع شده و انشاءالله ما طی سالهای آینده شاهد ساخت یه ناوشکن واقعا باشیم. این بحث به شدت طولانی هست. ساخت ناوشکن، همینطور ساخت ناو، واقعا ساختار یک ناو بسیار مهمه، حالا در هر توناژ و هر وزنی که میخواد باشه در واقع و با توجه به مأموریتش. طی این چند سال واقعا صنایع دریایی ما تلاش‌های زیادی رو کرده، اما خب یه موقع کمبود بودجه، یه موقع اتفاقاتی که اصلا پیش بینی نشده بود به میان آمد و باعث شد صنایع دریایی ما عقب بمونه. برنامه که وزیر دفاع ارائه کرده برنامه‌های بسیار خوبی هستند در دریا، اما اگر نیروهای دریایی ارتش و سپاه واقعا به کار بیان، به پای میدان بیان در واقع و خودشونو در کنار وزارت دفاع قرار بدن و وزارت دفاع واقعا تمام تلاشش رو بکنه در کنار این دو سازمان، ما میتونیم یه نیروی دریایی خوبی رو در 10 سال یا 15 سال آینده داشته باشیم. از برنامه‌های دیگه میتوان به برنامه ساخت شناورهای هوشمند یا بدون سرنشین به قول معروف نام برد که در برنامه وزیر دفاع جدید بود. حتما اگر کانال آرتمیس رو دنبال بکنید، تمام نیروهای دریایی مدرن دنیا، هم از آمریکا، چین، روسیه، نمیدونم فرانسه، انگلیس، به دنبال هوشمندسازی نیروهای دریایی خودشون هست. یعنی یه چیزی که فقط مختص یک کشور باشه نیست. همه کشورهایی که صاحب سبک در دریانوردی هستن نیاز دارن به بروز بودن و این بروز بودن الان تو دوران ما رسیده به هوشمندسازی ناوگان دریایی. حالا یه کسی مثل ایالات متحده ناو هوشمند میسازه، ناوی با توناژ 1500 تن که طی برنامه FS1 در حال پیگیری است. البته شناورهای بدون سرنشین بسیار زیادی رو دارن، حالا چه رزمی، چه شناسایی و حالا چه تحقیقاتی، حتی هیدروگرافی به قول معروف در حوزه دریایی دارن پیشرفت میکنن. ولی خب ما تو این مورد هم عقب افتادیم، یعنی حدوداً باید 10 سال پیش به فکر این هوشمندسازی دریایی بودیم، اما خب تا به حال برنامه جامع و کاملی ارائه نشده. حالا طرح‌هایی بوده، دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی طرح شناور بدون سرنشین داشته، یا شناورهای ROV که بیشتر برای جمع‌آوری مین در سطح دریا هستن تولید شده، ولی خب واقعا کسی تا به حال ندیده اینی که فعالیتشون چجوره یا چه اتفاقی افتاده براشون. اصلا ممکنه پروژه بودجه براش تعیین نشده باشه و کلا به فنا رفته باشه با قول معروف. در کل اینو بخوام به شما عزیزان بگم، برنامه دریاییشون برنامه بسیار خوبیه، یعنی همون چیزی که ما باید دنبال بکنیم تو برنامهشون بوده. برنامه‌ای که هم در دوران جناب دهقان، در دوران جناب حاتمی آشتیانی و حالا امیر نصیرزاده شاهد اون هستیم. اگر صحبتی سوالی دوستان دارن در خدمتیم. سلام، خسته نباش. سلام، بفرمایید. بحث دریایی شد. یک سوالی داشتم عرض کنم خدمتتون، اینکه یک سری خبرها بود، خود فرمانده ها گفته بودن که قرار زیردریایی ساخته بشه در توناژ سنگین در حد 2000-3000 تن. اینو حالا آقای مهرداد که در حوزه دریایی با تخصص بیشتر باشه و سرنوشت پروژه لقمان تاودی برامون توضیح دادن، اینم بگن کجا کشید. در رابطه با زیردریایی و توسعه زیرسطحی ها، خب نیروی دریایی ارتش حوزه کار رو در دست داره و شاکله زیردریایی ما در دست این چند سال اخیر ما توسعه‌مون رو بردیم سمت زیردریایی نیمه سنگین و سنگین. همونطوری که عرض کردین در رابطه با زیردریایی سنگین که 2-3 هزار تنه، همون زیردریایی پروژه بعثت هست که فعلا خبری نیست و داخل صنایع دریایی وزارت دفاع
ما فقط فعلا پروژه زیردریایی نیمه سنگین فاتر رو داریم که یه 5 سالی هست مشغول ساخت و سازن عزیزان، که مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم کردن، از ترکیدن باتری در صنایع وزارت دفاع تا نبود تجهیزات و دیگر موارد. حالا زیاد وارد موضوع زیردریایی نشیم، چرا که یه پروژه‌ایه که همیشه به صورت محرمانه و با کمبود اطلاعات در واقع پیش میرن. فعلا ما کارمون رو زیردریایی نیمه سنگینه. انشالله با توجه به طراحی‌هایی که شده توسط دانشگاه مالک اشتر، دانشگاهی که متعلق به وزارت دفاع، ما موتورهای مستقل هوا رو طراحی کردیم و انشالله طی سالهای آینده شاهد الحاق دومین و سومین نمونه فاتح خواهیم بود. متشکرم. سلام عرض به عزیزان. سوالی که داشتم از خدمت ادمینای محترم اینه که در زمانی که ما توی بحث پدافند هوایی و دفاع از خاک و زهریم هوایی خودمون زیادی از خیلی عقبیم، آیا این معقوله که ما بیایم روی نیروی دریایی کلاسیک کار بکنیم؟ حالا بحث سپاه که بحثش جداست، بحث یه نیروی غیر کلاسیک و یه جنگ نامتقارن رو حالا دارم پیش میبرم، ولی برای بحث مثلا ناوشکن‌های نیمه سنگین و سنگین وقتی با توان پدافند و دفاع هوایی از اونها رو نداشتیم، آیا این معقوله که ما بیاریم اینو جزء برنامه‌های وزارت دفاعی که خیلی بودجه نداره و باید 2-3 تا اولویت بیشتر ساپورت بکنه، این معقوله ما وزارت دفاع بیاد همچین برنامه‌اش ببره؟ حالا برنامه‌های ساخت ناوهایی که اونقدر طولانی میشن که بعضا انگاری به فراموشی سپرده میشن. در این رابطه باید خدمتتون عرض بکنم که در رابطه با ساخت ناوشکن، نیروی دریایی ارتش مأموریتش کاملا متفاوت شده در ناوگان جنوب و در واقع قرار نقش بین‌المللی رو ایفا بکنه برای ما و با این ناوهای موجود، حالا کلاس الوند، جماران و دیگر طرح‌هایی که حالا بوده که به موفقیت نرسیدن، واقعا نمیشه به سمت آبهای دوردست رفت و قطعا ما نیاز داریم به اینکه یه ناوشکن حالا با تسلیحات و مجموعه کامل داشته باشیم. قطعا باید ناو داشته باشیم، یعنی ناو این بار واقعا برامون لازمه که اسکورت بکنه شناورهای اصلی رو و به دریانوردی‌های طولانی برن. در رابطه با ساخت ناوها سوال خیلی خوبی عرض کردین، چرا ناوهای ما دیر الحاق میشه؟ اگر چنل آرتمیس رو دنبال کرده باشین، ما در رابطه با ساخت و ساز ناوهای مجموعه پستی رو زدیم، حالا 2-3 تا پست هم بود. ناوهای ما در واقع بر اثر کمبود بودجه نیست، بر اثر تجهیز ناوه. متاسفانه ما برخی از تجهیز کردن ناوهامون به 8 سال رسیده و اصلا زمان خوبی نیست، ولی همون ناو ما حدوداً 1 سال و 4 ماهه ساختیم. یا نمونه دیگه براتون عرض کنم، ناو سهند حدوداً 1 سال خورده‌ای طول کشید ما ناو بسازیم در صنایع نیرو دریایی ارتش در منطقه 1 نیروی دریایی. واقعا زمان ساخت خیلی خوبیه، یعنی 1 سال خورده‌ای زمان معقولی بود برای ناو 1500 تنی که ما اون موقع تجربه ساخت الان رو نداشت. یه نکته هم خدمت برخی از دوستان عرض بکنم. پرسیده بودن چند وقت پیش از بنده که چرا ناوهای ما به این راحتی واژگون میشن و غیره. منظور ناو سهنده. ناو سهند متاسفانه با برخی از اشتباهات که رخ داد در ستادها اون بلا سرش اومد. متاسفانه بودجه نداده بودن صنایع فراساحل و ناو از حوضچه خشک بیرون آورده بودن و گذاشته بودن کنار یک شناور ماهیگیری و تعمیرات ناو کامل نشده بود که اون بلا متاسفانه سر ناو اومد و ناو واژگون شد. اما خب خدا رو شکر ناو برگشتاندن و ناو فعلا در صنایع دریایی فراساحل در حال اوورهاله. خب ممنون از صحبت دوستان عزیز، واقعا مفید واقع شد. اما موضوعی که فکر میکنم میشه گفت در قالب‌های مختلفی داره پرسیده میشه اینه که آقا این موازنه کاری ها، این تفاوت بین عمل و حرف، تفاوت‌هایی که در
میشه گفت تاکتیکای همین نیروی دریایی مطرح شد بین سپاه و ارتش که از خود وزارت داره بیرون میاد به چه شکل. ببینید ما یک بار در وزارت ندیدیم یک مبحثی به نام نیازسنجی مطرح شد باشه. اگر بخوام خیلی کلی‌تر و خیلی عامیانه تر توضیح بدم، اینه که شما وقتی میخواید در یک محله یک کسب و کاری رو راه بندازید، فرضاً یک مغازه‌ای رو اجاره کنید بخرید، حالا باهاش یک کاری رو بکنید، مشغول تجارت باشید، خب ذاتاً اول باید منطق حکم میکنه که ببینید نیاز مردم اون محله چی هست. خب شاید یه محله سوپرمارکت، یه محله نونوایی، یه محله شاید من فرضاً یه لبنیاتی کم داشته باشه. شما در واقع باید ببینید نیاز اون منطقه چی هست. متاسفانه وزارت با اینکه به عنوان کلامی وظیفه پشتیبانی از نیروهای مسلح رو داره، اما شما هیچ وقت نمیتونید در طول این همه سال یک بار ببینید واقعا نیاز این دو ارگان نظامی که داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم، یعنی ارتش و سپاه، چی بوده. اینکه بگیم فلان همین وزیر دفاع جدید که فرضاً میان مطرح میکنن هواپیمای شکاری عمود پرواز، خب اوکی، این مشکلی نیست. اگر وزارت، حالا این مبحث بذاریم کنار که واقعا وزارت این توانایی رو داره یا نه، اما واقعا این نیازی که امروز داره به عنوان وزارت دفاع مطرح میشه نیاز خود نیروی هوایی بوده؟ خب منطقا جواب نه هست. شما کدوم گردان رو از کدوم وینگ میبینید که امروز میاد میگه آقا من به یک هواپیمای عمود پرواز نیاز؟ خب خریداری یه هواپیما برای نیروی هوایی کلا از اینجا شروع شه که منابع اطلاعاتی نیروی مانی که یک تهدید رو شناسایی میکنن و باید براش یک طرحی رو، یک چطور میگن، بحث مقابله رو باهاش تمرین بکنن، باهاش در ستاد فرماندهی مطرح بشه، اینو به خود ستاد اعلام میکنه. مطابق با منطقه جغرافیای تهدید یک گردانی رو برای درگیری مقابله باش معرفی. زمانی که این گردان ببینه آقا برای درگیری ناتوان هست، برای مقابله توانایی زیادی نداره، به اصطلاح میشه گفت خطرات زیاد، هزینه‌های زیادی که مطرح بشه و باید به یک سلاح مقرون به صرفه تر فرضاً فکر کرد، در واقع میان رفع نیاز رو مطرح میکنه. یعنی خریداری هواپیمای شکاری به هوایی کلا همینه. اما ببینیم در کجای نیروی هوایی امروز مطرح شده که جنگنده عمود پرواز من، اون شخصی که خلبان قطعا این سواد رو داره که امروز بیشتر از یه جنگنده عمود پرواز یک هواپیمای دفاعی ما، یک هواپیمای نیازمندیم که بتونه با پدافند ما به اصطلاح میشه گفت مچ بشه. همین ها رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم یک نیازسنجی درستی وجود نداره و قطعا هم این مشکل پیش میاد که ما از وزارت دفاع پروژه هایی رو میبینیم که بیرون میان، موازنه کاری محسوب میشن، به اصطلاح میشه گفت صرف بودجه در پروژه هایی هستش که نمیتونن نیازی که واقعا مطرح هست رو برطرف کنن. شما امروز بیاید ببینیم در آسمان کشور، در دریاهای کشور و پاحص نیازهای نیروی زمینی چه نیازهایی مطرح هست، چه در سپاه چه در خود ارتش. ببینیم حال همین دقیقه خود وزارت چه برنامه‌هایی که جدیداً در این دولت برده روی میدان با اون نیازها چه رابطه‌ای دارن، آیا میتونن رفع کنن؟ خب جواب واقعا اگر بشیم همه اون به اصطلاح میشه گفت برنامه‌ها رو مطالعه کنیم، می‌بینیم مثلا یک موقعی که برنامه رو شروع کردن نوشتن فقط فرض این بوده که چندین سال پیش ما این نیاز رو داشتیم، الان هم همون بگیم اینا رو میایم برطرف می‌کنیم، یا بیایم یه چیزای خوبی رو بگیم فرضاً در زبان عامی طور بهتر توضیح که بله بیایم اینا رو بگیم رو میتونیم بسازیم، ما متفاوتیم، همه اینا قبول، ولی هیچ کدوم از این به عنوان نیازسنجی این نیرو شناخته نمیشن. اگر فرضاً هنگام دادن یه برنامه بیایم ببینیم ستاد نیروی هوایی فرضاً در تهران، نیروی دریایی، پدافند هوایی چه نیازی رو دارن، چی رو میخوان از وزارت، خب ما میگیم اصلا برنامه‌ای که داده میشه اصلا به 70 صفحه نمیکشه. همین اینها در واقع میشه گفت از همین بیخ، از همین شروع میبینیم که موازنه کاری ها مثل دولت قبل، وزیر دفاع قبلی سرتیپ آشتیانی داره دوباره میاد بالا، انگار شما که یه چیزایی داره مطرح میشه و این دقیقاً جواب هر اون چیزیه که عنوان میگیم آقا چرا مأموریت اینطوری شد، چرا ما فلان چیز رو دیگه نمیبینیم. چون ما خب خیلی وقته که به سراغ تحویل گرفتن تسلیحات خارجی نرفت، حالا همین یاک بوده، سامانه‌های جنگی که از خود روسی بوده و غیره.
یک سری چیزهایی که در پشت پرده ممکنه مطرح باشن و خب من منتقد نمیتونم به همه اونها دسترسی پیدا بکنم و میبینیم که همه این تسلیحاتی که در طی این مدت تحویل داده شدن دستاوردهای خود وزارت بودن که حالا میشه گفت چیز رو میسازم، خریدار میخواد بخره، خریدار میخواد نخره و این هیچ وقت با اون چیزی که امروز در نیروهای مسلح مطرح هست، چه در رزم هوایی، در رزم دریایی، چه در مباحثی که به عنوان نیروی تیکایی نمیشه جای نداره. حالا در ادامه بیشتر با این برنامه ها آشنا خواهیم. مثلا فرضاً گفتن ساخت قطعات برای هواپیماهای مختلف از حوزه غیر نظامی، خود نظامی ها، ساخت پیماهای ترابری، جنگنده های شکاری و غیره، تا بدافندو که گفتن آقا ما لانچرهای مختلف میسازیم، تا اون بگیر برو تا فرضاً گچ کشی های موشک در خود هوافضای سپاه، همین ها مطرح شد. حالا فرضاً به حسب اینکه چقدر زمان خواهیم داشت، چقدر اون کشش روز خواهد داشت، همین ها رو در ادامه مورد بررسی قرار میدیم. باز اگر از بقیه دوستان صحبتی هست، میخوان سوالاتی بپرسن، نظرات خودشون رو مطرح کنن، ما در خدمت این عزیزان هستیم. سلام، وقتتون بخیر. سوال داشتم. سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتیم، بفرمایید. خواستم بپرسم آیا سوخو 35 هایی که قرار تحویل بگیریم محدودیت تسلیحاتی و ارتقا دارند مثل بقیه تسلیحات صادراتی روس‌ها و اینکه احتمال خرید سوخو 34 هست؟ اصلا نیاز داریم به همچین جنگنده یا نه؟ ببینید، اینکه عنوان اگر در زبان علوم پای صحبت کنیم به اینکه هواپیما چه تسلیحات اضافه دری داره، چه محدودیت‌هایی داره، اما میشه دانگرید و آپگرید که در خب بر حسب سیاست‌های بین دو کشور، درخواست‌های کشور خریدار ممکنه متفاوت باشه. شما اصلا موضوعی به اصطلاح میشه گفت در نظر بگیرید، این موضوع میتونه مطرح باشه. شما در موضوعاتی ببینید که هواپیما کامل رفته توی دانگرید بودن، یک سری از قابلیتاش قفله، مثل قابلیت‌های هسته‌ای خب در سیستم کنترل تسلیحات هست، یا شاید یک سری آپگرید هایی که ممکنه مطرح بشه. این چیزی که به عنوان این میشه گفت که خلبان آزمایشگر میره برای تست هواپیما، چه چیزی رو در این هواپیما کمتر میبه و اون رو میخواد به عنوان اضافه تر. حالا این موضوع بیشتر مربوط میشه به حوزه کاری ستاد کل نیروهای مسلح، کاملا با هم دیگه از وزارت دفاع جدا هستن و مأموریت هاشون یک چیز دیگری هست. باز حالا اگر در ادامه فرصتی باشه این سوخو 35 رو هم مورد بررسی قرار میدیم. سوال دیگه هم در مورد سوخو 34 بود که احتمال خریدش هست یا اصلا نیاز داریم بهش یا نه بر اساس نیاز نیرو هوایی. ببینید، هواپیمای سوخو 34 به عنوان یک هواپیمای تهاجمی ضربتی، به یک سکوی تهاجمی میشه شناختش، یک هواپیمای ضربتی که حالا نظیرش رو هم در گردان 72 بمب افکن شیراز سوخو 24 داریم. اینکه امروز نیروی هوایی ببینید که به یک هواپیمای مدرن‌تر واحد تهاجمی نیاز داره، خب این یک بحثه، نیاز احساس بشه. اما اینکه نیرویی که یا به اصطلاح میشه گفت ارگانی که تصمیم آیا میخواد به این نیاز پاسخ بده یا نه، یکم دیگه فراتر میره از خود ستاد فرمان، میرسه به ستاد کل نیروهای مسلح. شما دیگه یک به اصطلاح میشه گفت از یه مرحله بالاتر میرید به سمت مشاوران عالی فرماندهی کل. دیگه موضوع یکم میره فراتر وقتی میخواید یک سلاح تهاجمی در اختیار باشید. فکر میکنم با توجه به توان تهاجمی ما بیشتر روی کروزها و سلاح‌های بالستیک در حوزه هوافضای سپاه محدود شدن، بیشتر باید بررسی بشه که آیا واقعا اون ارگان‌هایی که عرض کردم خیلی فراتر از اون چیزایی که هستن که ما امروز میتونیم بحثش رو ستاد فرمانده نهایتاً اعلام نیاز بکنیم که آقا ما احساس میکنیم قدرت تهاجمی ارتش رو باید از نظر به اصطلاح میشه گفت توانایی شکلی از سوخو 34 اما که واقعا به این پاس نیاز پاسخی میشه یا بس شرایط و ضرورت‌های کشور هست که گفت میره به ستاد کل نیروهای مسلح، مشاوران عالی و اونجا تصمیم گیرندن چرا مطرح نیست این واقعا علاقه علاقه نباشه، علاقه با اون چطور میگن واقعا خاص داره. بعد منتظر در مایه با صفحه‌های مقامات کشور روسیه و بالعکس چه اتفاقات. تشکر. سلام، عرض ادب. صدای منو سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان پرواز در
مشابه خود کانال هستش، کانال‌های دیگه مجموعه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی دیگه از مباحثی که حالا پیش بینی نشده بود که توی لایو راجعش صحبت بشه مستقیم، ولی ما تصمیم گرفتیم که راجعش صحبت بکنیم، این بود که ببینیم آیا این بحثی که مطرح شده مبنی بر اینکه هواپیمای مسافربری تولید داخل به قول معروف چجوری قرار تولید بشه و بر چه اساسی تولید بشه، یک مقدار راجعش صحبت. اول نکته اینه که هواپیمای مسافربری تولیدش با هواپیمای مثل جنگنده بسیار متفاوته. یعنی بخوام برای شما مثال بزنم، یه هواپیمای مثل F-15 که توسط صنایع بوینگ دیفنس تولید میشه، معمولا قطعاتش تولید خود ایالات متحده است یا اگه باشن تولید یه سری کشور اروپایی خاصه. اما در مورد هواپیمای مسافربری اینجوری نیست. یه مثال خیلی سادهش رو بخوام براتون بزنم، میشه گفتش که خیلی از قسمت‌های هواپیمای نسبتاً ساده‌ای مثل حتی همین بوینگ 737 که جدیداً خیلی هم جنجال درست کرده، تولید کشورهای دیگه از حتی بعضی از قطعاتش از ژاپن یا حتی چین میاد و در خط مونتاژ نهایی بوینگ توی در نزدیکی واشنگتن اونجا در نهایت مونتاژ میشه و سرهم میشه. پس هواپیمای مسافربری هواپیمایی نیست که شما بگید میتونید ما میتونیم 0 تا 100 رو تولید بکنیم، چون خود اون هواپیما بخش مختلفی داره که شما نمیتونید ادعا بکنید که من همش رو تولید میکنم. یه مثالش رو بخوام براتون بگم، کشور چین خب خبر دارید که تو بخش باریک پیکر هواپیمای کماک 3919 رو تولید کرده. این هواپیما که بخواید راجبش یک مقدار صحبت کنید، میدونید که رادار آب و هوای اون، چه بسا سیستم سوخت اون شامل پمپاژ، قسمت کراسفیدش که سوخت رو انتقال میده و خیلی قسمت‌های دیگه‌اش تولید شرکت‌های آمریکایی مثل راکفیل کولینز، مثل هانیبل، مثل پارکر آیرواسپیس هست، یا بخش الکترونیک هواپیما تولید شرکت هانیبله. خب وقتی یک کشوری مثل چین که سرآمده به قول معروف توی بخش هوانوردی نظامی و خب خیلی از دوستان اطلاع دارن جنگنده‌ای مثل J-20 میسازه، مثل J-31 میسازه، میاد برای هواپیمای مسافربریش از سایر شرکت‌های حالا چه اروپایی چه آمریکایی استفاده میکنه، یعنی اینکه کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه که من میتونم که یک هواپیمایی رو به طور کامل خودم 0 تا 100 تولید بکنم. یه بحث دیگه‌ش اینه که خیلی از دوستان میگن خب ما فقط می‌خوایم برای رفع نیاز داخلی هواپیما تولید بکنیم. یه همچین پروژه تو گذشته در قالب طرح ایران 140 در حال انجام بود، حتی کیت مونتاژش از کشور اوکراین میومد، در ایران سرهم میشد، تعداد زیادی هم ازش ساخته نشد، ولی خب دیدید که چه اتفاقاتی افتاد، چه مشکلات ایمنی خاصی براش به وجود. پس یه چیزی که خیلی مهمه توی این بحث تولید هواپیما بحث ایمنیه. شما باید بتونید ایمنی اون هواپیما رو تضمین کنید. در مورد بحث بازاریابی، هواپیمای مسافربری با یک کالای نظامی مثل جنگنده قابل مقایسه نیست که شما بگید من اینو فقط صرفاً میخوام برای رفع نیاز داخلی بسازم. شما حتی یه نسبتا معقولی مثل هواپیمای ایرباس 340 رو ببینید، به خاطر اینکه نتونست در زمانی که تولید میشه نیازهای اون زمان بازار که شامل هواپیمایی بود با هزینه کم و برد مناسب و ظرفیت حمل مسافر مناسب انجام بده، حتی تولیدش متوقف شد. یه چیز خیلی بدیهیه که شما باید بتونید نیازهای بازار جهانی رو برطرف کنید. وقتی که میگید من هواپیمایی میخوام توی کلاس منطقه‌ای بسازم، شما رقیب بزرگی مثل کمپانی ATR رو دارید. خب ATR همونطور که میدونید زیر مجموعه کمپانی بوینگ، کمپانی ایرباسه و طرح موفق مثل ATR 72 رو ساخته، مثل ATR 42 رو ساخته و اون طرف هم کمپانی‌های دیگه کانادایی و غیره رو دارید. پس شما بعد اول از همه یه تضمینی بدید که در بازار جهانی میتونید با این طرفا رقابت کنید. بحث دیگه بحث بودجه است. ساخت هواپیمای مسافربری بسیار هزینه بره و شما باید بتونید بخش مختلفش رو بسازید. حالا اینکه پرس مورد نیازش برای تولید قطعات بال و بدنش رو چجوری به قول معروف دور بکنید، خودش یه بحث خیلی مهمه. حالا باز هم اگه دوستان سوالی در رابطه با این طرح یا حالا طرح‌های دیگه دارن در خدمت. سلام، صدای من میادش؟ بعد صداتون میاد. من خیلی خوشحالم که این بحث مسافربری رو باز کردیم و چون که جریانش بودم این تستایی تونل بادش که تو دانشگاه ما برگزار میشد، یه چیز خیلی واضح و مبرهنی بودش که تقریبا این امکان سنجی پیاده سازی همچین هواپیمایی نیست. حالا همونجوری که خیلی خوب اشاره کردیم بحث ساپلای چین هواپیما خیلی مهمه. همین ایرباس تقریبا واسه یه دونه A320
21 نئو 6000 تا کمپانی ریز و درشت میان چیکار میکنن؟ قطعات مختلفش رو درست میکنن. و باز دوباره خیلی خوب اشاره کردین که حتی کمک چینی یا حتی رافال که یکی از جنگنده خیلی خوب و نسل 4 یه سری قطعاتش رو از امریکا میخره. برای همین چیزی که مشخص شده بودش که ما چون که به ساپلای چین جهانی دسترسی نداریم تقریبا نمیتونیم کار انجام بدیم. در این 72 نفری که قرار بود بعد از ایران 140، البته ایران 140 که همون آنتونوف 140 بود و یک کوچولو تغییر پیدا کرده بود، این 72 نفر هم دوباره یکی از طرحهای اوکراینی بود که فقط کاری که داشتن تو دانشگاه انجام میدادن 3 تا بخش اساسی داشتن عوض میکردن. یه بخشی بود که داشتن واسش وینگلیت میذاشتن، بعد طراحی پایلونش عوض شده بود و قرار بود موتور توربو فن بیاد روش که موتور خودش مثل موتور همون ایران 140. من این دیتیل نمیدونم که چه تغییراتی داره در جریان هستم که کلا 3-4 تا تیم داشتن این تغییرات انجام میدن. و بعدش که حالا داخل تستای تونل باد رفتیم و حتی امکان سنجی علمیش هم پس نشد، متاسفانه این واضح شد که همون چیزی که دکتر فیروزآبادی فکر کنم گفتن که بریم کنسرسیوم سوپرجت 100. با اینکه باز الان به نظر من ریجیونال جت سوپرجت 100 هم خیلی واسه ایران خوب نیست، چون که واسه تعمیرات نگهداریش فاجعه است. هواپیمایی مثل A220 که با امبرایر، یعنی تقریبا طرح امبرایر داره، چیز ایرباس میزنه، خیلی گزینه بهتری میتونن باشن که اگر بتونیم طرح بمباردیر هست. درسته CRJ فکر کنم، حالا اشتباه گفتم. بله طرح کمپانی بمباردیر است. بفرمایید. بعد همین این به نظرم خیلی عقلانی تره که بخوایم بریم سمت اینکه بعد از اینکه ترمارشی شه به اون ریجیونال جت اینو بخریم. یه موضوع بحثه. حالا من اینو مثلا سوال مطرح کنم، گفتم شما در جریان هستین، خیلی در جریانش نیستم. مثل اینکه اون تعداد ایرفریمایی که واسه ایران 140 طراحی شده بود دارن تو قالب سیمرغ وارد وزارت دفاع میشن. یه توضیح هم در مورد این من خیلی خوشحال میشم که یه اطلاعی نسبتش پیدا کنم. بله حتما. شما چند مبحث خیلی خوب رو مطرح کردید. یکی بحث سوپرجت 100. اگر بعضی از دوستان حالا دوره برجام یادشون باشه، سال 95 هواپیمای سوپرجت 100 وارد ایران شد و توسط چند شرکت هواپیمایی هم ازش بازدید شد. حالا بنا به دلایلی تصمیم گرفته شد که خریداری نشه. اینجا جای این که من دلایلش رو براتون بگم واقعا نیست. اینکه سوپرجت یک طرحیه که به قول معروف واقعا به درد خود دوستان، مثلا اینکه الان توی بحث انجینش دارن تجدید نظر میکنن و انجین تمام‌بوسی دارن. سوپرجت در کل برای ایران گزینه مناسبی نبود، همونطور که قبلا هم توپولوف 204 رو هواپیمای ماهان می‌خواست خریداری بکنه و حالا کارشناسان بهش مشاوره دادن که این هواپیما برای ایران مناسب نیست، که اون هم باز حالا داستان خیلی طولانی داره. ولی به طور خلاصه نظر کارشناسا بر این بود که حتی یه هواپیمایی مثل توپولوف 204 هم برای ایران مناسب نیست. در مورد بحث این که ما داریم از همون کیتایی که برای ایران 140 ما استفاده می‌کنیم، حرف درستی است. بله ما در واقع استفاده ازشیم. البته بعضی از دوستان ممکنه حرفای منو بد برداشت کنن و مثلا فکر بکنن که من دارم این حرفا رو از روی این میزنم که ما فقط نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم. ببینید کمپانی ایرباسی که داره الان هواپیمای 320 330 یا 350 و حالا نسخه‌های دیگر رو تولید میکنه، یه کمپانی چند ملیتیه. چند کشور بزرگ مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان دارن روی طرحهای کمپانی کار میکنن. هر قسمت اون جدا جدا مونتاژ میشه و در نهایت در فرانسه یا در هامبورگ یا آلمان مونتاژ نهایی صورت میگیره. و حتی با وجود اینکه این شرکت چند ملیتی میتونست به خاک خود اروپا کارش رو انجام بده، به این نتیجه رسید که برای اینکه تعداد پرونده‌های تولید شده در خط تولیدش رو بالاتر ببره، با چین همکاری کرد و الان 2 خط تولید مجزا برای بحث مونتاژ نهایی در چین افتتاح کرده و داره استفاده می‌کنه. این بخش کیت ایران 140 که خدمتتون عرض کردم، ایران 140 هایی که از کیتایش که باقی مونده در حال استفاده روی هواپیما سیمرغ، که حالا خود سیمرغ به چه سرنوشتی واقعا دچار میشه اطلاعی ندارم، چون دنبالش خیلی نکردم و چیزی نیست که در دسترس من باشه. باز هم اگه سوالی داشتید. خیلی عالی، مرسی. حالا اصلا ساپلای چینه یه چند تا نکته خیلی ریزم دوباره گفتین شما قبل حرفاتون، من دوستم روشون تاکید کنم. یه سری قطعاتی مثل پمپ‌های مربوط به فیول سیستم، بحث
حالا یه موضوع اینه، یه موضوع بزرگتره که الان ما بخوایم خلبان بخوایم هواپیمایی تولید کنیم، من با چند تا خلبانایی که بوینگ 737 میپرن داخل حرف می‌زدم و اینجوری بودن که مثلا گفتن که ما ایرباس هم حتی مثلا حال نمی‌کنیم، فقط هواپیمای امریکایی. موضوعی که ما اگر بخوایم حتی هواپیما داخل تولید کنیم، یه سری تکنولوژی‌های بحث مربوط به هاردور انجینیرینگ و بحث‌های الکترونیکسه که اینا به صورت انحصاری واسه امریکاست. یعنی حتی چین و روسیه که چین و کره جنوبی و چند تا کشوری که دارن نیمه‌نهادی کار میکنن هنوز مثلا نزدیک 10-15 سال از امریکا عقبن. بعد ما اگر بخوایم هواپیما تولید کنیم که آقا گلاس کاکپیت نباشه مثل ایران 140 کسی خلبانی حاضر نمیشه استفاده کنه، نیاز داره به سیستم‌های، الان دیگه سیستم‌های ناوبری اینوستری خیلی داره کمک می‌کنه. بعد اتوپایلوت خودش نیاز به سیستم‌های الکترونیکی وحشتناکی داره که ما تقریبا وقتی که تحریم هستیم به هیچ کدوم از اینا دسترسی نداریم که بخوایم این یه هواپیمایی تولید کنیم. و اگر بخوایم هواپیمایی تولید کنیم مثلا میشه مثل هواپیمای 60-70 سال پیش امریکا که حتی به زور بشه اسم فلای بای دار داشته. حالا این موضوعات به نظرم خیلی موضوعاتی که بعد این حرفا برسه به کسایی که مثلا یه کوچولو توهم اینه که آقا ما بعدمون نمیاد که داخل بخوایم هواپیما تولید کنیم، افتخار مثبت خیلی خوب میشه، ولی واقع بینانه بخوایم به قضیه کنیم چون که ما توسعه تکنولوژی تو مباحث الکترونیکی نداشتیم. الان خیلی مباحث کوچیک‌تر پهپاد ما داریم از اون ور قطعات وارد کنیم، از چین داریم می‌بینیم. چه برسه بخوایم به این مثلا وقتی می‌خوایم هواپیما رو دیگه بریم رول اوت شه، تو واسه تستش نزدیک اینه که باید از فدریشن‌های حالا خارجی اگر بخواد خارجی هم بپره یا حالا هواپیما کشوری باید بیان تست بکنن. وقتی که نمیتونن این تست‌های قبل از اینکه اصلا بخواد فلایت تست بره، تست‌های گراند تست داریم که رد بکنه تو بحث مانیفکتچرینگ، خب قطعا نمیتونیم بسازیم. مرسی بابت اتفاق. بله، باز هم حالا در تاکید سخن حرفای شما، دوستانی که کانال اسکایلاینز رو دنبال کرده باشن میدونن که ما یه بحث مفصلی در مورد ناوبری یا هواپیمای باریک پیکری که خیلی هواپیمای پیچیده نیست، هواپیمای باس 320 رو ما باز کردیم و شروع کردیم معرفی کل این سیستم. ببینید حتی اتوپایلوت هواپیمای باس 320 که مال تقریبا سال 1980 تا 1990 اینا برای اولین بار تولید شده، از چند سیستم بسیار پیچیده مثل سیستم FNGC یا فلایت منیجمنت کنترل سیستم بهره میبره. خیلی سیستم چیده‌ای هست، سیستمیه که از چندین استاتیک پراپ به قول معروف اطلاعات ناوبریشو میگیره. حالا این بحث که چطوری اطلاعات ناوبریشو کامل میکنه و اینا خودش خیلی بحث طولانیه، ولی منظور اینه که حتی هواپیما که سال 1980 1990 تولید شده تکنولوژی سمی گلاس کاکپیت یا گلاس کاکپیت رو داشته و ما نمیتونیم الان توی سال 2024 بیایم هواپیما فول آنالوگی رو به قول معروف بسازیم که حتی نمیتونه با هواپیماهای دهه 60 امریکا رقابت کنه. به قول خود شما دوباره وصل بشیم. بازم ممنون از اطلاعاتتون و باز هم دوستان که سوالی دارن در خدمتم، وگرنه که بحث مسافربری دیگه تمام. انگار اینترنت خیلی از دوستان با مشکل مواجه هست، حالا کامل صحبتاشون نمیاد یا حالا هر صحبت دیگه کلا همینطوریه. اما زیاد از صحبتی که امشب قرار بود داشته باشیم خارج نشیم. موضوع اولی که قرار بود راجعش صحبت کنیم برنامه‌های وزارت دفاع بود. بهتره که به نظرم از خود پدافند شروع بکنیم تا برسیم به همین موضوع دوم، حمله ما به ستاره. حالا در ادامه صحبت‌های هوایی و ارزم به حضور اگر فرصتی بود بقیه ادمین ها اگر تونستن وصل بشن و زیاد آنچنان خوب نیست به مسائل دریایی و زمینی هم رسید. ببینید اینکه ما ببینیم برنامه چی هست، با اینکه یا خودمون در نظر داشته باشیم که یا به اصطلاح میشه گفت چه انتظاری داریم از خود وزارت، اینه که به نظرم در واقع باز هم میگم اگر شما کل PDF رو مطالعه بفرمایید ببینید که خیلی آنچنان از نظر علمی درست نیست و این به نظرم خیلی کلمه منطقی تریه. شما فرضاً میبینید امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، حالا بنده واقعا اطلاعی ندارم خودشون این برنامه رو نوشتن یا یک سری مشاورها این برنامه رو تکمیل کردن، اما شما میبینید که اوج به اصطلاح میشه گفت برنامه در حوزه پدافند و سیستم های نزدیک به هوا خلاصه میشه به ساخت لانچ. خب اینها هم نیازهای پدافند هستن، این حوزه حتما بهتر از من بیشتر از من در این اما زمانی که
ما بیایم این طرح داغ این روزا رو، یعنی حمله ماه به ستاره رو هم بررسی کنیم، بذاریمش کناری. اینو مهمتر از لانچر یک قدرت 360 درجه هست. چندین سال پیش خاتم الانبیا این موضوع رو مطرح کرد، اما امروز میبینیم که با این اتفاقاتی که در طی این مدت اتفاق افتاده، اومدن و یک سری حالا با کوواتا و اینها هم بحث دیگر، چطور تونستن به مناطق بس تجاری و نمیدانم نظامی استراتژیک آسیبی بزنن صحبت دید. اما اگر واقعا از نوسازی از سوی یک سازمانی باشه که به عنوان پشتیبانی نیروی مسلح شناخته میشه، اولین موضوعی که باید بهش پرداخته بشه یک پدافندی معنادار 360 درجه، این که شما بتونید سامانه های مختلف در یک رده ها و لاین های مختلف، به اصطلاح حالا دوستان پدافندی میدونن بهش میگن فرست لاین، اسکادران های خط اول، تا آخرین مباحث کنترل شکاری، رشته‌های کنترل شکاری قطعا شما عزیزان بهش آشنایی دارید. همه اینها در واقع کنار هم قرار میگیرن تا شما بتونید یک پدافندی 360 درجه رو معنا بکنید. زمانی که بتونید همه مباحث کنترل و فرماندهی رو، ارتباطاتی که بین نیروی هوایی و پدافند هوایی که متاسفانه و بدبختانه شاید بهتره بگیم از زیر شاخه‌های خود نهاجا خارج شد، بتونه یک معنای 360 درجه یا یک پوشش و یک شبکه دفاعی رو معنا. ما از وزارت نه خواسته خاصی داریم، انتظار این رو داریم که امروز فرزن یک هواپیمای شکاری نسل 5 رو بسازه، نه انتظار داریم فرزن چطور میگن یک سلاحایی رو بسازه که خارج از اون منطق امروزه هست. شما واقعا خود چطور میگن نیازهای نیروهای مسلح انتظار ندارن شما همین امشب براشون فرزن F-35 و سلاحهای پیشرفته در اختیارشون بذارید. اما موضوع این هستش که ما از وزارت و از این شخصی که داریم صحبت میکنیم، داریم برنامه‌های مختلفی که ارائه دادن رو بررسی میکنیم، اوکی ما هیچ انتظار خاصی نداریم، ولی لااقل اون انتظاری که بجا هست از شما رو بیاین برطرف. شما در طرح حمله ماه به ستاره، خب همون اول اصلا بهتر راجبش صحبت نکرد، میگه از سکوت هم خیلی چیزا میباره. شما به عنوان یک فرزند منتقد هم در این موضوع قرار بگیرید، اولین چیزی که به چشمتون میخوره و از نظر فنی میبینید شکاف‌های تکنولوژی داره به چشم میاد، دفاع نقطه‌ای هست. خب آقای وزارت، شما که فرزن هر سال پیشنهاد باور 373 رو میدید، پرو میدید، با اپل سر این پرو مکس ها به اصطلاح میشه گفت رقابت دارید، اونا یه پرو مکس میدن، شما یه باور 373 پرو مکس میگید. خب همین ها سر جا هست، ولی اگر شما که به عنوان یک نیروی پشتیبانی دارید و هر حال میبینید دفاع نقطه‌ای اصلا در طی این سالها مطرح نبود. یکی از برنامه‌های مهم وزارت بعد ساخت سامانه‌های پدافندی مدیریت و موشکی‌های مختلف در بردهای کوتاه در کنار چطور میگن تنها سلاح دفاع نقطه‌ای ما باشه. شما امروز میگه 29 رو میبینید که فرضاً به عنوان فقط تنها ترین سلاح دفاع نقطه‌ای ما به کار گرفته میشه، اما نه در معنای به عنوان یک هواپیمای رهگیر در آسمان غرب کشور. من به عنوان وزارت دفاع باید به این موضوع توجه کنم، نامه‌ای که ارائه میدم پروژه هایی که ممکنه به بلوغ برسونم از سوی نیازهای خود امروز پدافند باشه. پدافند امروز رادارهای افق نگر، رادارهای کوتاه برد نیاز داره، اما بیا ببینید اصلا چیه. بنده احساس میکنم گاهی اصلا خود وزارت دفاع در یک جغرافیای دیگر، در یک کشور دیگر، در یک دنیای دیگر مشغول و امروز اصلا خبری از احساس نیاز تا نداره. یک موضوعی رو بنده در همین برنامه ها میخوندم به عنوان یک افزایش قدرت موشکی و پدافندی بود، افزایش تعداد فرزن انبارخونه های موشکی. این خب فرزن مطرح هست، هیچ کس رو نمیتونه رد بکنه. خب ولی وقتی مبحث این باشه که کشور چه اولویتی داره، بنده از اولویتمندتر از قدرت هوایی کشور چیز دیگه رو نمی
حالا اینکه ما در نیروی دریایی، در نیروهای فضای خودمون یک سری نیازهایی رو داریم در مباحث فضایی خودمون، اینها هم سر جا، ولی یک سری اولویت‌ها باید شما به هر جغرافیایی برید، به هر منطقه‌ای برید، ببینید یک سری اولویت‌ها تعریف میشن. اولویت امروز تولید لانچر نیست، تولید سلاحی است که بتواند نیاز امروز را، و این یکیش بود که بعد اول صحبت مطرح کردم، یک پدافند 360 درجه هست. چندین سال پیش توسط سرلشکر رشید اصلا رسانه‌ایش که ما داریم روش کار میکنیم، اما اگر امروز روش دارید کار میکنید، یک فرقی هست بین این که دارید روش در رسانه ها کار میکنید یا در عمل. حالا اینم بماند چطور دارم مثلا فرضاً روش کار میکنم. اگر واقعا خب ما میبینیم تنها سلاحی که خیلی قبلتر در اول وایس چت بنده گفتم، یک حالا پیگیری خرید فلانکر رو یا که 130 و تحویل گرفتن سامانهای جنگ الکترونیک از روسیه بود و تمام. این پرونده این چند سال همینجا تمام شد. چیزی که تحویل نگرفتیم، باید قاعدتا چیز رو میساختیم. این پدافند 360 درجه‌ای که از نونش واجب‌تر هست، وقتی دشمن یک طرح رو به عنوان حمله ماه به ستاره تمرین میکنه، به عنوان یک به اصطلاح میشه گفت در بریفینگ های اسکادران های ناو هواپیمابرهای آمریکایی توضیح داده میشه، خب شما باید اصلا بیا این رو نیاز برطرف و از همین در مقابل اولین چیزی مقابل با این طرح هست همین پدافندی که هست داره و بعدها میرسید به معنای عمقی این موضوع، این که باید این پدافندی که داریم راجبش صحبت میکنیم باید از همه گوشه ها یک پوششی بگیره. خیلی موضوع بازتر میشه. شما در واقع یک عددی رو میگید، فقط یک عدده که میگیم 360، ولی باید بیای ببینید اصلا سامانهای کنترل فرماندهی، رله‌های ارتباطی، سامانهای ارتباطی که رمزنگاری شده که سال‌هاست بنده اصلا کنم در خود فضای مجازی هم مطرح نشدن، چه برسه در اتاق فکر مسلح. از خود عرضم به خدمت ارتباطی که بین یک شکاری و یک سامانه پدافندی وجود داره، حتی خود هم ایوکس یا همون آواکسا، این که ما میخوایم یک پدافند رو معنی بکنیم، در واقع همین ها مطرح میشن، ولی میبینیم که هیچ خبری از اینها نیست و در واقع یک موضوع تولید لانچر مطرح هست. واسه میگم بنده این ادعا رو ندارم که لانچر نباید در اولویت باشه، ولی وقتی ما داریم راجع به وزارت دفاع صحبت پشتیبانی کننده نیروهای مسلح، در واقع باید نیاز امروز مطرح باشه، نه نیازی که شاید در اولویت نیست و برنامه‌ای که در یک دولت جدید مطرح میشه باید مطابق با اون ذات و کار اون نهاد باشه، نه فرضاً یک سری ادعاهای رأیگیرانه که فرضاً شاید در یک لحظه بالا پایین هورمون‌های جوگیرانه نوشته شده. این موضوع اول در مبحث پدافند که بنده عرض کردم، باید یک سری مطابق‌هایی رفت که واقعا امروز نیاز هست. حالا اگر از بقیه دوستان صحبتی دارن انجام بدن، ما در ادامه دوباره باز به مبحث هوایی خواهیم رسید. حمله ماه به ستاره رو هم در بین همین برنامه‌های وزیر دفاع هم مورد بررسی قرار. خب گویی از دوستان بیشتر سوالاتشون رو در گروه مطرح کردن. حالا باز بنده یک سریشون رو که حالا مرتبط هست با موضوع امشب مطرح میکنم و تا جایی که سوادم یاری بکنه حتما پاسخ میدم. یکی از صحبت‌های خوب دوستمون اینه که کردن چرا وزارت دفاع چندین سال هستش که دستاورد مفیدی نداشته و عملا برای نیازهای کشور اقدام خاصی صورت نمیگیره با وجود منابع لازم و در دسترس. ببینید برای رفع نیاز در سطح عالی در زمانی که شما یک تهدید رو احساس میکنید باید از تمام ظرفیت استفاده. تمام ظرفیت در دیکشنری من و شما با اون چیزی که آقایان منن بسیار تمام ظرفیت به نظر من در دید یک سری از مسئولین اینه که نهایتاً 2 تا مهندس مکانیک از دانشگاه کشور بیاریم سر مسائل موتورهای هواگرد به کار بگیریم و در نهایت تمام ظرفیت ماست. معنای تمام ظرفیت همینه، آوردن چند تا از متخصصین حوزه‌های فیزیکی و مکانیک و غیره. اما چیزی که امروز مطرح هست در معنای تمام، حالا شما میتونید تمام ظرفیت رو هر چیزی بخواید معنی بکنید، ولی من این رو میگم تا وقتی میگیم تمام ظرفیت برای رفع نیاز و تولید یک سری تسلیحات که به عنوان پاسخ نیاز معنا میشن، اینه که شما از تمام دانشگاه‌های مطرح کشور
استفاده بکنید. تمام نهادهای خصوصی که میتونن با رد شدن از فیلترهای حفاظتی و اطلاعاتی بیان روی کار، حالا مبحث خصوصی شدن اصلا یک فرزن به اسلام میگن پشت گوشمون رو دیدیم، حتما وارد شده نهادهای خصوصی رو هم میبینید. اما معنای تمام ظرفیت همینه، در واقع از تمام متخصصین بشه کمک گرفت. ما اوج کمک گرفتن از متخصصیمون در حوزه هوایی اینه که میریم چند خلبانی رو میاریم که در زمان جنگ بودن، سابقه دارن و هیچ وقت به این موضوع نگاه نمی‌کنیم. در خود کشور متخصصین زیادی هست، به خصوص در حوزه سخت افزاری در قسمت‌های اویونیکی فرزن ما به یک سری متخصصین سخت افزاری و برنامه‌نویسی‌های فراوان نیاز داریم که خود توانایی نیروهای مسلح روز نیستش که همه اینها رو امروز پاسخ بده و باید خب به یک سری بخش دیگر رو وقتی همین رو قرار میدیم در کنار این عدم نیازسنجی وزارت، خب ما می‌بینیم هیچ سلاح به اسلام میشه پاسخ به نیازی دیده نمیشه از این. شما برید تمام تاریخی که در فضای مجازی میشه مطالعه کرد رو ببینید، چندین ساعت وقت بذارید، خیلی اون سوالاتتون حتما پاسخ داده میشه فاصله. فرضاً این از چه زمانی روابطی که بین وزارت دفاع و فرضاً نیروی هوایی بود و خود نیروی دریایی و نمیدانم نیروی زمینی و پدافندی بود قطع شد. میرسید به دولت قبلی، زمانی که آقای حاتمی وزیر دفاع بود و ببخشید بنده یه لحظه اینترنت قطع شد. ببینید که آقا نهایت دیگه و اولین و آخرین برنامه همکاری وزارت دفاع و نیروی هوایی در این ساخت قطعات مناسب در اوورهال هوا شکاری در زمان آقای روحانی، در دولت دوم آقای روحانی به سرپرستی سرتیپ حاتمی در وزارت. امسال عالی بود. نیروی هوایی وزارت دفاع اومد در کنار صنایع هوایی و دیگر نهادهای مختلف موضوعات بندشم درباره یک موضوع صحبت گویا اینترنت پرید. خیلی عذر میخوام چندین دقیقه متاسفانه اینترنت پرید. اطلاعات برق که برای وای فای به وجود آورد تا به اینترنت خودم وصل بشم زمان بود. خیلی معذرت. من گفتم به یک سوالی از دوستان پاسخ داشتیم میدادیم این که وزارت دفاع چندین سال اصلا یک سلاح مناسبی رو روی نیاورد. آخرش برمیگرد به زمانی آقای حاتمی رأس کار بود و نمیدانم تلاش‌های بسیاری برای اوورهال و بازآمد کردن هواپیماهای شکاری و حتی زمانی بالگردهای مختلف این خریم بود. حساب کنید برگردید ببینید چند سال اینکه چندین سال این روابط چندین سال در همکاری‌ها به صورت کامل انجام نمیشه. از اینجاست که فرضاً یک وزیر یک ربطی به اون نیازها ندارن. وقتی نیروی هوایی میبینه که هیچ کدوم از پاسخهاش دریافت نمیشه، مجبور به سمت جهاد خودکفایی بره و متاسفانه خودکفایی در خود نیرو هم امروز بوده و حمایت کامل. و اینجاست که ما دیگه شکاف‌های تکنولوژی یکی یکی شروع میشه و این در واقع پاسخی به این سوال دوست عزیزمون بود. که یکی دیگر از سوالات این عزیزان این بوده که پرسیدن پروژه ساقه 3 رد شده یا فعال هست. ببینید در خود وزارت خب حالا ما درست یک سری اشتباه ها رو میگیریم، یک سری به اسلام چه گفت چطور میگن خطاهایی رو میگیم، اما خب باید از خوبی هایی هم که داره بله فرق هواپیمایی و پلتفرم های مختلفی رو دارن. اما اینکه امروز در این لحظه که بنده دارم به یک سری از سوالات شما پاسخ میدم و در خدمت شما عزیزان هستم، در چه مرحله‌ای هستن به عنوان مراحلی که در تولید ساخت جنگنده شکاری مطرح هست تا خود هواپیمای تراوری، این که طراحی توسط تیم طراحی خود وزارت و صنایع هوایی تا زمانی که اولین پسش رو انجام میده توسط خلبان آزمایشگر چه مراحلی پشت سر میگذاره و الان در کدوم هست از اختیار من به صورت خارجه و بنده اطلاعی ندارم. ما تا جایی که میدونم دارن روی پلتفرم های مختلف کار. اینکه این پلتفرم چقدر امروز در پاسخ به نیازهای ما مفید واقع بشه یک صحبتی دید. شما آخرین پروژه رو یاسین میبینید در چندی به اسلام میشه گفت در دقیقه 90 قبل از خرید وارد اون پروژه های معرفی شده وزارت وارد شد. خود هواپیمای کوثر که سر یک ایجکشن سیت هنوز در بین نیروی هوایی و وزارت اختلاف هست. در حال
پلتفرم‌های مختلف در حال رشد هستند و بند اینکه در چه مراحلی هستند اطلاعی ندارند و این هم که چطور قرار مفید واقع بشه، خریداری خواهند داشت یا خیر، نیروی هوایی علاقه به خریداری این پلتفرم‌ها خواهد زد یا نه، مفید واقع باشن یا نه، باز هم الان مشخص نیست و وقتی حتی فرضاً شاید اسمی ازشون نمیدونی، رنگی، عکسی به اسلام ازشون نداری، خب ذاتاً الان هم نمیشه گفت که واقعا مفید واقع بشن یا فعلا. با صحبت بقیه دوستان رو بشنویم. به موضوعات وزارت دفاع حتما حمله ماه به ستاره هم خواهیم رسید. از بقیه دوستان اگر صحبتی دارن، سوالی دارن، حتما درخواست باز کردن میکروفون رو بدم، بنده حتما باز میکنم تا صحبت رو بشنویم. یک دوستمون سوال دوباره در رابطه با سوپر فلانکر پرسیدن، اینکه آموزش‌های تکنسین های سوپر فلانکر قبل از خلبانان یا همزمان باشون شروع میشه و آیا برگشتشون به ایران زودتر از خلبان هواگردان یا هم؟ ببینید این موضوعات فکر میکنم خارجی از حوصله جلسه صوتی امشب ما در واقع داریم میریم به سمت هواپیمات، اینکه روندش چطور هست، اون روندی که داره همیشه و مردم همیشه براشون سوال هست، خلبانا چطور آموزش دیدن، گردان‌های نگهداری و تکنسین ها در شعبات MOA فرزن مطرح هست، در چه سطحی آموزش، سیمولاتورها و به فرض میشه گفت اون دستگاهی که در نگهداری مهم هستن روندشون چطوری هست، باز خارج از حوصله امشبه و اگر اجازه بدید نگه داریم برای یک زمان دیگر، برای یک تاریخ دیگر که بهتر بتونیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که میدونم خیلی هم برای شما عزیزان سوال هست و بیشتر از موضوعات امشب راجبشون سوال داره. آقا سهیل بفرمایید، میکروفونتون بازه. آقا محمد عزیز بفرمایید. آقا محمد، انگار میکروفون عزیزان یا اینترنت عزیزان متاسفانه با مشکل مواجه هست. بنده به چند نفر درخواست دادم ولی میکروفونشون رو باز میکنن، صحبت نمیاد. بله. مورد های هجومی بر ضد نفرات و زرهی میشن، وزارت دفاع برنامه ویژه‌ای داره رو که توی جنگ اوکراین و روسیه دادن بی تأثیر گذار باشن. خواستم ببینم نظر شما چیه؟ ببینید که اسلام گفت سوال اینطور مطرح میشه که در مورد پهپاد هجومی در نفرات پرسزن غیره ماهایی داریم خیلی کلن جواب بدیم، اینکه مورد همه چیز برنامه داریم، یعنی شما فرض بکنید هیچ چیزی نیست که ما مثلا راجعش برنامه داشتیم، همه چی مطرح میشه، اما اون چیزی که واقعا در رسانه مطرح، اون چیزی که در رسانه ها مطرح میشه و اون چیزی که واقعا به عنوان یک برنامه مطرح هست خیلی فرق. شما برید ببینید امروز به یک عزیزی در دوره‌های مدیریت وزارت دفاع بگید آقا ما چه برنامه‌ای داریم، یک برنامه شما میدن که اصلا تعداد برق‌ها دیگه از حساب شما خارج. اما فرضاً فکر میکنم تا جایی که بنده اطلاعات دارم موضوعات با همکاری‌ها در نیروی زمینی ارتش مطرح هست. حالا خود جهاد خودکفایی اینجا مطرح میکنیم موضوعات رو و بیشتر فعالتر هست. اون فعالیتی که ما به عنوان این میشناسیم که بتونه یک سری از نیازها رو پاسخ بده، مفید واقع بشه در اصلا میشه گفت ساختار نیروی زمینی، خود نیروی زمینی دنبالش میکنه. حالا خود نیروی زمینی سپاه هم خب اون بحثش شده است، همین به اسلام میشه گفت زمانی که شما میبینید خود وزارت کامل نمیتونه با همه ادعایی که فرضاً میشه گفت داره جلو بره، خود جهات‌های خودکفایی، خود صنایع‌های مختلف وارد عمل میشن و فکر میکنم امروز در خود نیروی زمینی چه ارتش چه سپاه فعالتر از خود وزارت باشن در بحث پهپادهای پرسزن، پهپادهای کوچک برای علیه ضد نفرات. خب یک سری از دوستانم یک سوال بسیار جالبی پرسیدن، به نظرم با اینکه خب زیاد به موضوع امشب مربوط نیست ولی خب واقعا به شخصه این سوال رو برام جالب اومد، این که یک زمانی قرار بود نیروی هوایی با پاکستان تمرین یا رزم مشترک داشته، شرکت کرد یا نه؟ اگه شرکت باید چه و نتیجهش چی شد؟ اینکه زمانی ما اعلام کردیم با پاکستان نیروی هوایی این کشور یک سری تمرینات مختلف رو قرار داشته باشیم، خب پارسال شما این موضوع رو داشته باشید و در کنار این قرار بدید که امسال از اول فروردین تا همین لحظه
اواسط شهریور باشه، ببینید هیچ خبری از رزمایش‌های نیروی هوایی نیست، در حالی که در طی سال‌های قبل می‌دیدید 2-3 تا رزمایش رو بعد از ماه رمضان ما حتما برگزار در انارک، اما می‌بینیم امسال خبری نیست. دلیل همه اینها در کنار عدم چیزی که قرار بود با پاکستان انجام بشه، رزمایش‌هایی که هر سال انجام می‌شد، این بودش که نیروی هوایی از اول سال تا همین لحظه تمرینات مختلف در طی آماده باش‌های مختلف بوده. بارها در چنل اعلام کردیم، چه در عملیات وعده صادق و چند روز پیش در پی ترور مقامات‌های سیاسی در ایران، هم در طی همین زمان‌ها در طی انجام تمرینات‌های مختلف رهگیری و نمیدانم اجرای تاکتیک‌های مختلف، و واقعا وقتی برای خود نیروی هوایی نبوده که به یک سری پروژه‌های مشترک برسه و خود رزمایش با عنوان فدایان ولایت، حریم ولایت، اقتدار آسمان ایران که با این عنوان‌ها برگزار میشد، امسال هم شاهدش. دلیلش این بوده که نیروی هوایی امسال فراتر از سالهای گذشته به یک سری تمرینات‌ها وارد شد و دوستان گفت مشغله‌ها زیادتر از این بودش که پاکستان یک سری دوره‌های مختلف و تمرین‌های مختلف رو برگزار کرد. خب اگر از عزیزان صحبت یا سوالی ندارن، برسیم به برنامه داره و طرحی که میشه گفت به عنوان مقابله با حمله طرح خود آمریکا، حمله ما به ستاره مطرح میشه. چند فرصت میدیم اگر دوستان سوالی داشتن یا فونشون رو باز کنن یا در گپ مطرح کنن، اگر چیزی بود میریم به سراغ ادامه. بفرمایید آقای یشار، ما میشنویم صحبتتون. آقا ضیای عزیز میشنویم، بفرمایید. گویا دوستان اینترنتشون مشکل داره، البته اینترنت خود منم مشکل‌های فراوان داره، ولی خب میکروفون رو باز میکنه صدا نمیاد. بنده نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب ما ادامه بحث رو میریم، در ادامه باز اگر فرصتی وقت رو میریم و جلسه امشب رو میرسونیم. بفرمایید. صدامو دارید؟ صدای بنده رو دارید؟ بله ما صدای شما رو داریم. اگه میشه سوالتون رو مطرح کنید. میخواستم بدون وزارت دفاع برنامه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های جدید در خریدای جدید داشته باشه داره و اصلا تغییرات ایجاد شده تو زیرساخت‌های قبلی مثل فرودگاه‌ها با شیلترهای محافظ هواپیما اینجور چیزا؟ ببینید این که زیرساخت مورد نیاز هواپیمایی که قرار جدید الورود باشه چی هست، که تا به الان داشتیم خیلی متفاوت تر است. این که کلمه رو به کار ببریم نسبت به گذشته است، ما خب این به نظرم زیاد کلمه درست نیست و باید از این جهت نگاش بکنیم که تا به امروز خریداری هواپیما سوپر فلانکر و حتی یاک 130 در مرحله زیرساخت‌های لازمه به چه مرحله‌ای هست و تا چه مرحله‌ای قرار پیش بره، اینه که دقیقاً زمانی که شما یک هواپیمای شکاری رو خریداری می‌کنید، خب یک سری از دوستانی که برای گردان‌های نگهداری هواپیما انتخاب میشن به کشور فروشنده منتقل میشن برای آموزش‌های فنی، برای خواندن کتابچه‌های فنی و خب آشنایی با یکم با زبان کشور مربوطه که اکثر کتابچه‌ها به زبان خود کشور فروشنده همین روسی. اما در ادامه زمانی هستش که دیگه یک سری از قطعات هواپیما، منظور از این قطعات هم قطعات مربوط به موتور هواپیما هستش، هم میشه به یک کشور خریدار ارسال میشه تا یک سری از گردان‌ها هم آشنایی پیدا کنن. سوخو 35 در همین مرحله فعلا محدود شده. اینکه فردا چه اعلامی چه تغییر ایجاد بشه بنده اطلاعی ندارم، فقط همین رو میدونم که در این دقیقا ما به جای رسوندیم یک از قطعات 35 برای نگهداری موتور این هواپیما در افل یا خط پرواز هواپیما در گونه‌های ام یا موتور به چه مرحله رسیده. این هستش که یک سری از قطعات تحویل داده شده تا تکنسین ها در ایران یک سری آشنایی هایی پیدا بکنن. دقیقا همون مرحله که F-16 های ایرانی قبل از انقلاب به اون رسیدن، یک سری قطعات از موتور این هواپیما فقط تحویل داده شد و در همون مرحله قرار سوخو 35 امروز همین مرحله مشابه رو داره در ایران طی میکنه و فعلا همونطوری مونده و دیگر از جزئیات بند اطلاع خاصی نداره. تشکر از شما. خب به عنوان صحبت آخر میریم به سراغ مبحثی که نگه داشت، به عنوان اینکه طرح‌های وزیر دفاع در مورد صنعت هوایی و خواستم این موضوع دوم رو هم که مربوط میشد به آخرین طرح ارتش آمریکا در مورد ایران رو با هم به نوعی توضیح بدم
و بقیه موضوعات رو هم انشاءالله در شب دیگر صحبت خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که واقعا مطرح شد و گفتم در آخر صحبت میکنم راجبش بودش که خود وزیر دفاع در دولت پزشکیان معرفی شدن، اون خلبان F14 بود در زمان جنگ و در طی این سالها هم به پست فرماندهی نیرو رسیدن و خب خیلی بهتر قطعا از من میدونن در ساختار نهادجات چی هست. اما تا جایی که خب واقعا دیگه شواهد و مدارک داره میگه، دیگه فکر نمی کنم از برنامه احتمالی که دادن خودشون یک سندی معتبرتر وجود داشته باشه. اما در اون چیزی که ما دیدیم با اون امروز مطرح هست خیلی فرق. این که خب سوالات واقعا زیادی هم مطرح هست. این که ما ادعا داریم اگر در این 4 سال حمایت‌های مختلفی از سمت خود چطور میگن نهادهای مختلف و مربوطه به خود وزارت باشه، میتونه هواپیمای نسل جدید پلاس به اصطلاح بهش میگن به بالا بسازه، پیمای عمود پرواز رو بسازه. اینها خب مطرح است. اما سوالاتی که واقعا میشه از عنوان این گرفت که این چطور قرار پیش بره اینه که آقای وزیر دفاع، آقای وزارت فلانی، آقای ایکس، آقای ایگرگ در چه صورت قرار هستن اینها ساخته بشن. این که امروز بگیم از لوله پیتوت هواپیما تا خود گلاب که برای فرود امرجنسی استفاده میشه توسط خود ایران در یک هواپیمای 4 پلاس استفاده بشه و ساخته شه، خب یک چیزی هستش که خارج از تصورات واقعی، به اصطلاح در اون بالا پایین شدن هورمون‌های جوگیرانه و همین سوالات زمانی فرضاً بولتر میشن که فرضاً میای یک سوال عادی میپرسی یا آقای وزارت شما فرضاً هواپیمای عمود پرواز سیستم FCS رو بسازی، CADC رو بسازی، خب همین ها خب شاید واقعا در زبان عمومی وقتی صحبت میکنیم باید مطرح بکنیم که چی هست. ما در هواپیمای نسل سوم خودمون، نسل 4 خودمون دیگه تموم میشن همینجا فرضاً میبینیم که آقا این سیستم ها وجود دارن، به عنوان بخشی از سیستم های اتوپایلوت هواپیما شناخته میشه. زمانی که هواپیما وارد یک سری از محدودیت های تعریف شده میشه، خب هواپیما از یک به اصطلاح میشه گفت موتایی که تعیین شده اوت میشه. فرضاً من خلبان که داریم توی یک پروازی جلو میگیم یک فشاری به هواپیما وارد میکنیم، دیگه هواپیما از تنظیماتی که ست کرده بود از ناوبری، از نظر اینکه اتوپایلوت باید چه سیستم هایی رو فعلا در اون لحظه ست بکنه، هواپیما اوت میشه و اینها بستگی به اون چطور میگن قدرت های سخت افزاری و برنامه نویسی داره. در خود هواپیمای نسل سوم، در خود هواپیمای فرضاً همین فانتوم ببینیم که همینها وجود دارن. به اصطلاح میشه گفت ساختار اویونیکی هواپیما تشکیل میدن، همینا مطرح هست. آقای وزارت شما چطور میتونی امروز اینها رو تامین بکنی؟ خب اگه بحث همکاری هست باید خب مخاطب بدونه. خود ارتش هم امروز واقعا مطمئن برای سوالی که آقا شما امروز این بحثایی که هست و وجود دارن رو چطور قراره رفع؟ همینها در کنار این قرار میگیرن که میبینی به صورت کامل هیچ سنجی وجود نداره، چه برسد به این که ما فرضاً بخوایم ببینیم در طی 4 سال آینده قرار یک سری اتفاقات بزرگ بیفته و از به خدمت که ما واقعا همین برنامه‌هایی که خوندم شما هم میتونید مطالعه بکنید. امروز واقعا اینترنت یکم محدودیت ایجاد کرد. قرار بود من در زمانی که برنامه‌ای که حالا ارائه شده رو در کانال بذارم، شما از همون که دارید میخونید یک سری از صحبت‌هایی رو هم از ما بشنوید که متاسفانه اینترنت دیگه فراتر از این اجازه نداد. متاسفانه همین الان که داریم صحبت می‌کنیم قطع و وصلی زیاد داره. اگر شما عزیزان موافق باشید موکول کن به یک شب دیگه هفته آینده در طی همین روزها، قبل از اینکه خب مشغله دانشجو عزیز که داره ترم جدید شروع میشه، دانش آموزای مختلف، حالا بقیه عزیزان مشغله 6 ماه دو بیشتره، قبل از اینکه همین مشغله زیادتر بشن حتما در یک جلسه دوم همین ها رو مطرح میکنیم. دوباره نشد بیشتر از اون چیزی که امشب مطرح شد به عنوان طرح مقابله، در مقابله با همون طرح حمله ماه به ستاره صحبت کنیم و نشد در همینجا قفل شد
و از همینجا بنده پوزش میدم. اگر اجازه بدید صحبت رو همینجا به اتمام میرونیم. فایل ضبط امشب با یک سری ادیت ها حالا بریدن بسیار میشه گفت قطع و وصل حتما در کانال قرار میگیره. بنده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.